سعید ابن مسیب 80 ساله بود. خب حتی اعصاب میگرفت، استاد به سختی استاد میشد. زنش وفات کرده بود. تو گفت که مرا گفت زن نزدیک من نبرین که خراب میشه وضع. تو میگفت خب والله گفت دمی 80 سالگی زن نزدیک من شود خلاص حوصله ندارم. امی زن پیرام گفت همیشه 60 ساله رام نزدیک من نبرین، جوان خوبان. گفت ما گفت وضعم خراب میشه. خب باز میگفت که انسان در بخش زن ضعیف است، که زن نزدیک شدی خلاص شد. و یک بار که در زنا واقع شدی با نه مبارزه است، نه دعوت است، نه جهاد، امی غیرتت میره گویا که بادت بکشن، نه همین تو بخیر یک پچ شوی. امی زنا که کلی بازی شدی. حالا می کافرها کوشش میکنن که می کلانای رهبرای جهادی ویره در زنا آغشته کنن، نه در زنا و حرام واقعش کرد خلاص. بعد از او کل قوانین کفری را میپذیره.